این نظر خالد مشعل در مورد، ببینید گوش کنید. لماذا لا تدعموننا؟ قال لا نستطيع. قال بس إيران تستفيد. قال معقول إيران تدعمكم مجانا؟ قلت لا ليس مجانا. میگه که این آقا خالد مشعل است، رئیس دفتر سیاسی حماس. میگه که ایران میگه ما رو مجانی مفت کمک نمیکنه. وش كان الثمن؟ خليك قال لي على في ثمن. قلت في ثمن. در مقابل چه بهای ایران شما رو کمک میکنه؟ بس الثمن مش من قراراتنا. وقال له ليش؟ قلت الثمن 80. به خاطر دو چیز ما رو کمک میکنه. الثمن الاول ایران عندما تدعم حماس الفلسطینیه السنیه بالتعبیر الدینی، میگه وقتی که حماس یک گروه فلسطینی عربی سنی رو کمک میکنه، هي هذا يجمل صورتها افضل في العالم العربي لمعظم سني. در مقابل اهل سنت چهره خوبی از خودش به نمایش میگذاره. والثانيه انها امام الغرب تقول لهم انا علاقتي مع حماس قويه. و وقتی که سر میز مذاکره با غرب می نشینه میگه اختیار حماس دست من است، من بهشون کمک میکنم، الان چی میخواید از ما؟ مثل که با حزب الله کرد، حزب الله رو فروخت، با حماس کرد، حماس هم فروخت. الان کجاست؟ من این انسانی که من گاهی اوقات دوستان میگن در مقابل همچین انسانایی چرا تند هستی؟ باور کنید انسانی که از این کثافت ها حمایت بکنه، از او کرده انسان بی غیرت پیدا نمیشه، از او کرده انسان دیوس پیدا نمیشه که این همه مسلمان در عراق، در سوریه به خاک و خون کشیده شد توسط این رژیم و تو جانور امروز می از این حمایت میکنی. 1.5 میلیون افغانی در مقابل جهاد با اتحاد جماهیر شوروی به شهادت میرسه، یک کثافت میاد میگه که آقا خمینی بوده که شکست داده. یعنی عقل و منطقتون کجاست شما رو؟ حماس هم فروخت، الان چرا کمک نمیکنه؟ فروخت حماسو. سر میز مذاکره در عمان که نشستن، من مشکل اینا این است که مشکل این مزدورای رافضی حکومت آخوندی این است که اینا نمیخونن. شما برید در بین اسناد ویکیلیکس که نشر شد بعد از 2003 ایران سر میز مذاکره با آمریکا نشست، گفت آقا ما اسرائیل هم به رسمیت میشناسیم، حماس، حزب الله، نمیدونم حوثی‌ها، همه اینا رو قربان میکنیم، چی میخواید از ما؟ اونام شرایطشون رو فرستادن، اینام شرایطشون این بود که به ما اجازه بدید سلاح هسته‌ای داشته باشیم، این داشته باشیم. جور نیومدن و الا گلم همه عالم اسلام جمع کرده بودن. الله متعال نخواست. ماذا تريدون من فلسطین؟ انا جاهز. میگه ایران وقتی که سر میز مذاکره میشینه به غرب میگه که از فلسطین چی میخواید؟ من هستم. به خاطر خدا که کمک نمیکنه. قلت اسمح لي. فابتسم المسؤول العربي. قلت ايش رايك انتم تفعلون مع الغرب؟ قلت له انا مع، وهذه على فكره قلتها مع سابقا وفي الاشهر الماضيه زرت عدد من الزعماء العرب، قلت له يا فلان يا صاحب المسؤوليه الفلانيه، ما عنديش مانع تروح للغرب والشرق وتقول لهم فلسطين نستطيع نتفاهم مع حماس ومع فتح، مش مع حماس وحدها، مع حماس ومع فتح ومع كل. میگه که کشورهای عربی هم این کارو بکنن، برن با غرب مذاکره بکنن. یک فرقی که هست، من نمیخوام از کشورهای عربی دفاع بکنم، از این سران خائنی که اسلام و مسلمان‌ها رو به خاک ذلت، از این نمیخوام حمایت بکنم، اما یک فرقی بین اونها و بین رژیم آخوندی است. اونها منافق نیستن، اینا منافقن. اینا شعار یک چیزی میدن، عمل کار دیگری میکنن. اونا شعارشون با عملشون یکی است. فاسق هستن، فاجر هستن، خائن هستن، نوکر هستن، علنی هستن. مثل شما پنهانی نیستن.